سلام دوستان، سال نو مبارک. انشالله سال پر خیر و برکتی داشته باشیم. من امسال برای همتون دعا کردم مثل هر سال. خدا اگر مریضی دارین خدا شفا بده، اگر گرفتاری دارین زود مشکلاتتون حل شه. تمام این بچه‌ها هم براتون دعای خیر میفرستن. مرسی که تو سال گذشته ما رو حمایت کردین، بهمون دلگرمی دادین. اگه ضعیف شدین با دلگرمیاتون ما رو قوی تر کردین. مرسی که چراغ خونه این بچه‌ها رو یک سال دیگه هم روشن نگه داشتین. ممنونم. مراقب خودتون باشین. تو سال جدید تو نوروز مسافرت میرین، خیلی خیلی مراقبتون باشین. دعای ما هم بدرقه راهه. ممنونم. نکن ماما. نگو سفره هفتین ما رو خراب می‌کنی. کجا می‌ری؟ سال نو همه مبارک. سال خیلی خوبی داشته باشین. سال پربرکت، پر از رزق و روزی. اگر مریضی دارین خدا شفا بده بهتون. اگر گرفتاری دارین خدا حلش کنه. خیلی زود با خواسته قلبیتون برسید. مثل همیشه سفره بچه‌ها پربار و پربرکت. دستتون درد نکنه. مثلا خانم داره براشون و شاف دیوانم زحمت کشیده براشون کنسرت فرستاده. ممنونم ازشون. کدولم بدنم میخوره. دستگار میزنم. اینم سفره سال تحویل عمو غلامیناست که آوردن بیرون. دست همتون درد نکنه. سفرهشون امروز پرباره، همه چی دارن امسال. چهارشنبه سوری هم گرفتن که سالشونو به پایان برسونن و سال جدید رو شروع کنن. سال پر و برکت داشته باشید. مرسی.